خلیل غلامی عکاس ساکن تبریزم. پیشتر تجربه‌ای در زمینه نوشتن نقد عکاسی داشتم و از 5 سال پیش عکاسی می‌کنم. من عکاسی رو با رنگ بیشتر می‌پسندم. لحظه‌ای از مردم و زندگی روزمره‌شون که بی‌تفاوت به دوربین باشن. ثبت لحظاتی که بیشتر بچه عادی زندگیشون رو نمایان کنه. به واسطه اینکه از نوجوانی عاشق دشت و صحرا بودم، عکاسیم رو به ثبت تجربه‌ای از مردم صحرا و دشت صرف کردم. مردمانی که سطح زندگیشون با شهری‌ها فرق داره. مردان و زنانی که از نوع پوشش و تغذیه گرفته تا چیزی به نام تفریح و اوقات فراغت با آنچه که در شهر اتفاق میفته فرق اساسی دارن. زندگی نیمه متجدد یا شاید بشه گفت رفاه دست و پا شکسته شهری چندان التفاتی به نیمی از مردم ایران که در این مناطق زندگیشون رو سپری میکنن نداره. این مردم دور از دید مدیران و مسئولان به ابتدایی ترین زندگی عادت کرده و جزء رسم و رسوم زندگیشون شده. آیین‌ها و مراسمی که صدها سال در روستاها برگزار میشه و توسط ایلات و همراه مردمان کوچنده به سر تا سر منطقه گسترده میشه. کوچهای مناطقی همچون جنگل‌های تالش، دامنه سبلان، دامنه سهند، قره‌داغ یا ارسباران، چالداران و لرستان را عکاسی کردم. کوچ کنندگان تالش غالباً از دشت مغان و کناره‌های دریای خزر هستند که کارشون بیشتر دامداری و کمتر کشاورزیه. در دامنه‌های سبلان اغلب شاه سبنا رو میشه دید که غیر از دامداری، فرش آنان نیز از مرغوبیت زیادی برخورداره که غالباً از آذربایجان شرقی هستند. کوچ کنندگان لرستان حدود 2 ماه و نیم اواسط اسفند با پای پیاده کوچ خود را از خوزستان آغاز می‌کنند و با چرای همزمان دامها از علوفه تازه مسیرشون در بلندهای نهاوند مستقر میشن.